سلام عرض میکنم خدمت مردم غیور ایران و همچنین رهبر عزیزم که این افتخار رو پیدا کردیم که خدمت کنیم به مردم و رهبر عزیزمون. افسانه استیلز دیگه تمام شد برای لاکتیک مارتین و بقیه سازندگان پرنده های که به قول خودشون میگن رادارگریز هستیم یا استیلز هستیم. شرایطی که توی جنگ 12 روزه تجربه کردیم تونستیم اون سامانه‌های خودمون رو ارتقا بدیم و به سمت پدافند نوین گام برداریم. بیشتر از اون شب بگین، ساعت 2 شب چه اتفاقاتی افتاد؟ شما فکر می‌کردین بتونین F35 رو بزنید؟ رویت کردنش بر ما مسجل شده بود. کاملا تحت نظر داشتیمش، ردگیری شد و برای شلیک یه موقعیت خیلی عالی رو در اختیار داشتیم. زی که شما لانچ کردیم به سمت موشک و به سمت F35 چه حسی داشتید؟ ما یاد گرفتیم بگیم و ما رمیت از رمیت. این که میگم انشالله به خاطر اینه. چون ما کاری که ما انجام میدیم در از خدا انجام میدیم. اون چیزی که شلیک میکنیم خدا شلیک میکنه. بعد وقتی دیدین خورد؟ وقتی دیدیم خورد خدا زد. فکر کنم اتاق سامانه ترکی دسته دادی. دیگه یه شور و شعف بچه‌ها هنگامی که اصابت رو دیدن و اون هنگامی که پرنده مورد اصابت قرار گرفت واقعا بس ناشدنی بود. چون یه تکنولوژی لاکتیک مارتین رو کاملا به زمین به زیر کشیدیم. آره اون شب که خبرش اومد سهام شرکت خیلی سقوط کرد. فیلمش که منتشر شد خیلی جالب بود. و این